بریم یه سفر فضایی هیجان انگیز با استیون هاوکینگ، نابغه مشهور دنیای فیزیک. استیون در 8 ژانویه 1942 در آکسفورد انگلستان به دنیا آمد. از همان دوران کودکی علاقه خاصی به علم و ریاضیات داشت. استیون در سن 17 سالگی به دانشگاه آکسفورد میره و در اونجا مدرک لیسانسش رو دریافت میکنه. استیون 21 ساله عاشق جین میشه و باهاش ازدواج میکنه و صاحب 3 بچه میشن. اما به مرور زمان سختی‌ها زیاد میشه و از هم جدا میشن. در اکتبر 1962 فارغ التحصیلی خود را در کمبریج آغاز میکنه و در مارس 1966 مدرک دکترای خودش را در ریاضیات و فیزیک نظری و کیهانشناسی دریافت میکنه. متاسفانه در سال 1963 استیون ناگهان مبتلا به بیماری ALS شد که به تدریج در طول چندین دهه اونو فلج کرد. او از طریق یک دستگاه تولید کننده گفتار ارتباط برقرار می کرد. در حالی که استیون با فلج شدن تدریجی عضلاتش روبرو بود، ذهن او مصممتر از همیشه به دنبال کشف حقایق بود. او با اراده پولادین و روحیه خستگی ناپذیر بیماری را به عنوان مانعی در برابر پیشرفت خود ندید، بلکه اونو فرصتی برای کاوش در اعماق ذهن و کیهان دونست. با گذر زمان استیون به یکی از مشهورترین دانشمندان جهان تبدیل شد. دومین ازدواج استیون با پرستار سابقش انجام شد. اونها در مراسم خصوصی در کمبریج انگلستان ازدواج کردند. این ازدواج خبرساز بود چون که پرستارش از استیون 25 سال جوان‌تر بود. با این حال این زوج علیرغم اختلاف سنی و شرایط غیر معمول ملاقاتشون به مدت 20 سال با هم خوشبخت بودند. آنها 2 فرزند داشتند. در سال 2015 اخباری مبنی بر جدایی این دو منتشر شد و آنها در سال 2018 به طور رسمی از هم طلاق گرفتند. برای حمایت از من و انرژی دادن به من این ویدیو را لایک کنید و زنگوله را بزنید تا اولین نفری باشید که از ویدیوهای بعدی من با خبر میشید. حتما کانال بی‌نهایت دانش را سابسکرایب کنید. استیون با استفاده از تخیل و هوش خارق‌العاده خود به اعماق سیاه‌چاله‌ها سفر کرد و رازهای آنها را آشکار کرد. او با جسارت ایده‌های جدیدی را مطرح کرد که درک ما را از فضا و زمان متحول کرد. استیون همیشه به اسرار کیهان کنجکاو بود. او معتقده که ذهن انسان قدرتی شگفت داره. حتی زمانی که بدن محدود میشه، ذهن میتونه آزادانه به کاوش در دنیای دانش بپردازه. استیون همیشه میگفت هرگز تسلیم نشید، به دنبال رویاهای خودتون باشید و اجازه ندید هیچ چیز مانع شما بشه. خلاصه که استیون ثابت کرد که معلولیت هیچ محدودیتی برای رسیدن به آرزوها نداره. او معتقد بود که مرگ پایان آگاهی نیست و ذهن انسان میتونه پس از مرگ بدن به حیات خود ادامه بده. او همچنین معتقد بود که ممکنه با افراد مرده از طریق ارتباطات کیهان ارتباط برقرار کرد. مقاله مشترک اون و پنروز در سال 1970 منتشر شد، ثابت میکنه که اگر نسبیت عام درست باشه و جهان دارای اون مقدار ماده‌ای که مشاهده میکنیم باشه، باید تکینگی انفجار بزرگ در گذشته رخ داده باشه. استیون کتاب‌های زیادی نوشت، اما معروف‌ترین کتاب اون تاریخچه مختصر زمانه که بیش از 25 میلیون نسخه فروش داشته. در جولای 1985 استیون در ژنو بود و نفسش بالا نمی اومد. پس از رفتن به بیمارستان، او تحت عمل جراحی نای قرار گرفت. عمل جراحی به خوبی انجام شد، ولی طی اون استیون صداشو از دست داد. چالش جدید این بود که استیون چطوری با همکاران و دانشجویانش صحبت کنه. خوشبختانه یک مهندس نرم افزار به نام والد ولتوس صدای معروف رباتیک را به اون داد. در سالهای 1990 توجهش رفت به سمت سفر در زمان.
اون میگفت نمیتونیم امکان سفر در زمان را رد کنیم، چرا که تاکنون خلاف آن ثابت نشده. هر چیزی امکان پذیره مگه اینکه خلافش ثابت بشه. او در سال 2012 گفت که شواهد تجربی نشون میده که سفر در زمان زیاد ممکن نیست. استیون یکی از انگیزه بخشترین افراد جهانه. او عزم باور نکردنی و میل شدیدی برای زندگی داشت. برای او مهم نبود زندگی چقدر سخته و هدفش غیر ممکنه و یا دست نیافتنیه. برای استیون تسلیم شدن هرگز یک گزینه نبود. با وجود همه چیز او نشون داد که پزشکانش اشتباه گفتن و او به طور معجزه‌آسایی بیش از 55 سال پس از تشخیص بیماریش زندگی کرد و در سن 76 سالگیش درگذشت. اما میراث او همچنان زنده است. او به ما آموخت که با کنجکاوی، خلاقیت و عزم راسخ می توان به درک عمیق‌تر جهان و جایگاه ما در آن دست یافت. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده. اگه از این نوع محتوا لذت بردید، لطفاً لایک کنید، نظرات خودتون رو با من به اشتراک بگذارید و کانال بی‌نهایت دانش رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی. بدرود.